سلام بچه ها، با یوتیوب دیگه من و امین خیلی رندوم و سریع تصمیم گرفتیم که برای امین تتو بزنیم. سریع باید وسایلمو جمع کنم برم استودیو. امینم پایین منتظرمه. فکر میکردم امروز وقت دندون پزشکی دارم ولی نداشتم. تا اون سر دنیا پا شدیم آی پام رفتیم ولی فهمیدم که وقت دندون پزشکی نداشتم. چی میخواستم الان؟ پایه رو میخوام جمعش کنم. آره فکر میکردم وقت دندون پزشکی دارم. رفتیم تا ریچموند هیل، از داونتاون پا شدیم رفتیم ریچموند هیل. نزدیک 1 ساعت تو راه بودیم ولی ضایع شدم. خیلی جنگی جونگی باید برم. شارژر بزو بردارم. نمیدونم چی بپوشم. خیلی اکسایتدم. خب چه حسی داری که میخوایم تتو بزنیم؟ از شما بزن اول. بریم استودیو اونو میزنیم. امین از 3 سال پیش این دمپایی پاش هنوز. اینو از تو ماساژ کش رفتیم. بیا بریم دیره. اینو بزنم بطله خیلی مهمیه. ببین یعنی از ناهار شام صبحونه این واجب تر واقعا. تقریبا زدمش نزدیکه 1 دقیقه 50 ثانیه زدم و از اون ماشینه خیلی بدم میاد بچه ها. رسیدیم بریم بچه. اینجا پشت استودیو اونا واسه چی داریم اینجا رو بچه ها؟ اینجا گرافیتی علیه که حالا یه روز ولاگ اینجا رو هم واسه تون میگیرم. اینجا همیشه بوشاش میاد. خب بچه ها ما اینجاییم. الان من میخوام ستاپ بچینم. امین بازه باشم همه چی باید اینو میخوایم بزنیم. کجا امین؟ اوکی بریم که پرینت بگیریم. بچه نظر عوض شد. ما روی دست میزنیمش، این روی دستش میزنیم چون اینجا بخواد بزنه کوچیک میشه خیلی. اوه فکر کنم باید این باشم کلا یه تیکه رو بزنم. اینجا بزن. این مشتری نیست باید خودش موهاشو شیف کنه. نمستر دارک وایت. چرا من بزرگیم؟ این 3 اینچه این 4 اینچ. جا نمیشه که کوچیکه جا میشه. چیکار جا نمیشه؟ نه جا میشه. این هم جا میشه اگه کج بزنیمش. نظرت چه برعکس بزنیمش انگار؟ نگاه کن. من نگاه کن دست تو. نگاه کن. این دست بر اینجوری انگار داره اینو میخوره. نه همشون میبریه. اوکی. نظرت چیه؟ 100 خوبه. Let's go. باکتینش هم زدیم که یه ذره قرمزیشو بگیره که بعدش هم دیگه عکس مکس بگیریم. بچه باکتین اینه باعث میشه که قرمزی و اینا رو میگیره. کارمون تموم شد. باکتینش هم تقریبا ببینه خوب شده.
حالا باید اینو باز کنیم ببینیم چی جوری میشه. نظرت چیه؟ ریکامندد. خیلی وحشتناکه ولی خیلی خوشم اومد. مغز و قلبم الان اینجوری توی مدیتیشن. چجوری؟ نظرتون رو بهم تو کامنت بگین که چطور شد. ما تمام کردیم. عکسام گرفتم از تتوش. خستم نباشم. ممنونم. متشکرم. یه پولی چیزی حداقل روزه که فرستم. تیپی چیزی گوشین باید خیلی زیاده این واسم. بچه من کیف پولم تو ماشینه. کیف پولش از نقدی هم دارم. کارت مارت کنسل. کیف پولش از چی؟ از جیب من خواهد از شکم بچه های آفریقا خالی تر. دیروز شما پولاتو بده به من الان دارم پولاتو روشن کن. حرفی ندارم. چرا من دیگه تو دماغم هم بیشتر کاملا حرفی خدافزی نمی‌کنیم. بشه زمستون دیگه آفیشیالی شروع شده و اینکه فردا قرار اولین برف صبح 25 باشه. خیلی سرده. صبح منفی 3 زده ولی فکر کنم فیلینگش میره تا 5-6. خب الان کجا میریم؟ من خیلی گوشتم. من خیلی گوشتم. گوشتنی زد به سردرد. باور من صابونه خوردم امین چست کرده بود صابونه نخورد. چوس اشتباه بد موقع. با شکمتون هیچ وقت قهر نکنید. کجا بریم چی بخوریم؟ ساعت 7. من میگم بیا بریم چاینا تاون یه ذره خرید کنیم. 7 میبنده. بله بچه یک کمک بدید چی کار کنیم. میتونیم بریم شاتر عباس غذا بریم. بس دیگه انقدر جوجه و کباب خوردم. خب بریم پاستا بخوریم. پیانو. آقا ما تصمیم گرفتیم بریم بعد از 20 دقیقه. کجا قرار شد بریم؟ میکس تو گریل and hot pot. Hot pot. Korean and Japanese barbecue. چوسی. نفری $40 میدیم. Unlimited meat with special and personal. چیکن چیکن هم داره، شریمپ داره، مشروم داره، همه چی همه رو میخوری. ولی زیاد سفارش بدی میدونی که جریمه داره. نخوری دیگه. آره زیاد سفارش بدی بمونه جریمه داره بعد پول بدی واسش. من اینجام غمت نباشه. اوکی میریم اونجا ازتون فیلم میگیریم. شرط گذاشتیم که اونو بزنیم تو پلاتو. هر کی 3 بار برد اون حساب میکنه غذا. پرانتز کوچیک واسونم بردن ضعیفا اول اینکه افتخار نیست و برای ما خاطره است. الان میبینین. چاو. بچه دقت کنید قشنگ دیگه. اسکل نگاه نکن. دیدم هیچی نداشتی ولی که بردم. ببین اصلا شک یه دستت که اینجاست. یه دست یکی دیگه. خیلی شیک شدی یا تو این کار. تایم دن تمام میشه. اینم 2. نه وینا رو نگاه کن والا. یه دست دیگه میزنیم ریمچ. بیا دست آخر. دست مسخره ای دارم. دست منم مسخره است. یک شدی حالا اشکال نداره. من میزنم. بزن. پشتیمون کی بود؟ کاری میخوند؟ خیلی واقعا افت داره. با منی؟ بازیه دیگه.
تمام بعد اما بریم مهمونه بعد. وقتی آورد همه رو سریع تست می‌کنیم خب ببینیم اون خوبه اونو دوباره تا قبل از اینکه ببنده آشپزخونه رو برده. باش بچه‌ها ما تا 10:30 بیشتر وقت نداریم اوردر بدیم واسه همین من جا بازه یعنی بیاد رو هوا تا بچینه رو میز یه 2 تا تست گرفتم. منم همینطور واقعا با تتوی جدیدش. We can order before 10:32, right? آره این نمیدونه We can یا order before 10:30. آهان چی شد دوباره بگو. هر چیزی توی ظرف سفیده میره توی سوپ، هر چیزی توی ظرف مشکیه اوه گارت بچه خیلی یهو همه رو واقعا با هم آورده. نظره از کمک کنم ببریتا. اوکی؟ نایس. اینا رو سعی کن زیاد تو پلا نذاریم که بتونیم چیزای دیگه هم جا کنیم. اوکی. زیاد تایم نداریم. این چه قولی داره میزنه اینجا؟ این که عشق منه. واقعا اینم ما بپزه؟ اوه یخه. فهمیدم. چه باحال هانی اینجا. اینا خیلی ظاهر جذابی داره. ممنونم. یه تست بگی نظرتو اول بهم بگو راجع به سالاد. سبزی دیگه ها یا چیزی که توقع داریه. جلز و ولز دست ندرس. آره از این خوشمزه دوست داشتی دارم میدزم. آخه این آبش چی خیلی داره میشه اون تو بسر مجونه. این چیه دیگه؟ پنیره؟ پنیر توفو یه همچین چیزاییه. اوه اینا حاضره اینجا زمین تو بزن. مرسی چاپستیک هم انداختیم. جای همتون واقعا خالیه. انقدر چیزای خوشمزه اینجاست که نمیدونین. من اینم خیلی دوست دارم. اسمش چی بود؟ ادمی؟ یادرنا؟ بچه هم ما لخ شدیم دیگه. خیلی گرممون شد و هنوز خیلی مونده. منم حتی لباسمو در آوردم. خیلی گرمم شده. رفتیم اومدیم دیدیم $50 تیکت دادن بهمون. دیگه داریم میریم خونه. ترکیدیم.